برای مردم. سلامتی برای مردم فقط سلامتی میخوایم، برای سلامتی مردم ما خدمت. سلامت باشید و کارمند شما نعیم جان امین جان. ما می‌خواستم که در ساحه خود چند کار بکنم. در ساحه کسب خود در ساحه توبتی چند سال بود کار کردید؟ خیلی بیمارا از شما خرسند هستند نیستند؟ من نعیم امین جان در این ساحه مدت 6 سال از کار میکنم. بیمارا از شما راضی هستند؟ بیمارا از کار ما راضی هستند. چند سال شد کار میکنید در این ساحه؟ 6 سال. سلام، خیلی تجربه خوبم دارید در این ساحه. میخواید سلامت باشید. من میبینم که استادان در پهلوی شماست، شما دیگه شما کار به این ساحه. البته چیزی که فهمیدید هر یک آدمی باور و ناموس وطنش آباد میکند یک چیز میسازد. من این بختیار شروع کم کم در مرکزی شهر کار کرده، یک مقدار معین مبلغ جمع کرده، در اینجا یک مرکز بزرگ ساختم که برای ما شما در اینجا هستید. این هم برای مالی واقعیت، هم برای زندگی تمام بیمارا از تمام گوشه کناری سابق شوریده الان آدم میشناسن میبیان در اینجا استراحت میکنن، تراوت میگیرن. این بختیار عنوان دکتری فنای منال ترپی گفتگی هستند که در شهر مسکن من شاهد آن بودم. در شاگردهای زیاد تیار کردن. این برای رونق و رواج سالمگردانی تیموری ما رای کلام بکنیم. دعای شما برای این کارمندان. دعای ما همه که ما برنامه ساخته که چطور آدم ها باید 100 سال بیمار بیمار نشن، یا کمک خدا تا سالم باشن، اونو ضرر بینن. بیمارا رو کمک کنن که آنها سالم باشن تا 100 سالگی هیچکس بیمار نشن. خود سلامت باشید. طبیبان حاضر برای شما آرزومندیم که دکتر شما را چندین از جان از دل تبریک تحسین. در خدمت خلق با کار شایان باشید، دایم شاد مایان. همیشه برای کار اقبال بلند نصیب گردد. سلامت باشید. من بختیار سلامت باشید. ما دیگه بختیار سلامت باشید. آینده انسان در حوزه کار میدونم. من بختیار جان همهشون نزدیک بختیار جان اگر امروز خودشون مردم با بعض کسیم برکت به کسب کار. خداوند همین چی آرزوی داره آرزوهاش از دست نداد. خدمت خلق و دولت من نمی‌کنم بختیار جان خدمت کنم. خدمت دکتر ما این حرکت میگیم خواهد شده باشه. سلامت باشید. وقت یورو طوری مدرگار باشد. سلامت باشید. یک دم خواست